5. رودخانه‌ای که مرز تاجیکستان و افغانستان را جدا می‌کند. صدها نظامی افغانستانی از ترس طالبان آن را عبور کردند و در این ساحل یعنی حدود تاجیکستان پناه جستند. آن سوی مرز زیر نظارت طالبان افتاده است. از این سو وضع آرام به نظر می رسد. هرچند خبر جنگ و کشتار در رسانه‌ها زیاد نشر می شود. افسران فراری افغان را در تاجیکستان به روزنامه‌نگاران نشان ندادند. خوجا ولی قیموف که در کنار 5 خانه دارد ولی حضور طالبان را در آن سو مشاهده نکرده است. خواهان افغانستان خوب نمایان است. میان او میتن گو مال دارن میرن زمین پولیس دارن گندم کردستان تراکتور خواه میخرونن. یگم چی نیست ای؟ این مناره نظارتی در لب رودخانه 5 است. مرزبان‌های تاجیک مرز را از این بلندی نظاره می‌کنند. فیض‌دین رحمانوف در این منطقه پولساز است. او در 8 ماه کاریش هیچ ناامنی را در آن سوی مرز مشاهده نکرده است. ما همین راه دا کار میکنیم، هم دروژنیکیم، هم دیودا کار میکنیم، هم چیدا ساختمان. یگم تینگی امونیا یگم گام نیست. دهه‌ای خواهان از این سوی مرز مشاهده می شود که ساکنانش زندگی معمولی دارند. در آن سوی مرز یک دهه خوردکه که ولسوالی خواهان افغانستان وجود دارد که در آنجا ساکنان افغان زندگی میکند و آن طرف مرز آرام به نظر می رسد. ساکنانش هم به کشت و کار خود مشغولند. دهه کشتی ناحیه شمس‌الدین شاهین با خواهان همسایه است. طبیبان بنگاه طبی این دهه میگویند به هر حالت آماده اند. تا کنون طبیبان ده شاهد آوردن زخمیان نبودند. نه تا حاضر از حساب شهروندان خارج کشور مخصوصا افغانستان جمهوری افغانستان با ما یگون زخمی یگون چی اومدگی نیست. سرحد تنجیه یگون گپ نیست. مقامات تاجیک اعلان کردند که بیش از 900 کیلومتر خط مرز افغانستان با تاجیکستان به دست طالبان گذشته است. محمود جان رحمتزاده، آزادی، مرز تاجیکستان با افغانستان.